ضمیر ناخودآگاه چی هست؟ ببینید دوستان عزیزم، ضمیر ناخودآگاه یک کودک 7-8 ساله بازیگوشه. وظیفش محافظت از ماست و هر آنچه که وارد این ضمیر ناخودآگاه یا کودک بکنید عیناً همون رو بهتون برمیگردونه. یه وقتایی هست که شما وارد رابطه عاطفی میشید و ناخودآگاه، این واژه ناخودآگاه یعنی همون ضمیر ناخودآگاهتون کار انجام میده. وقتی وارد رابطه عاطفی میشید و شروع میکنید به دعوا کردن، گیر دادن و هر بار هم بعدش پشیمون میشید که چرا این کارو کردم. خب چرا فکر میکنین؟ دلیلش چیه؟ چون ضمیر ناخودآگاه شما باور داره که شما دنبال آرامش نیستین، باور داره که شما خودتون رو لایق این رابطه نمیدونین. باور خیلی مهمه. باور ضمیر ناخودآگاه رو شکل میده. پس ناخودآگاه تمام تلاشش رو میکنه تا شما رو از اون رابطه خارج بکنه، تا بهتون اثبات کنه که شما لیاقت اون رابطه رو نداشتین. پس تا زمانی که روی ضمیر ناخودآگاهتون احاطه نداشته باشین و دیتاها و اطلاعات درست بهش وارد نکنید، هر باری که یک رابطه رو شروع میکنید یا هر باری که یک کاری رو شروع میکنید نتایج یکسانی رو میگیرید. مثالی برای ضمیر ناخودآگاه بزنم. مثلا شما میگین من میخوام درآمد ماهانم فلان میلیون باشه. 2-3 دفعه هم خودآگاه شما رو به اون نقطه میرسونه و قراردادهایی مینویسین که همون پول رو تو زندگیتون وارد میکنید. اما اگه ناخودآگاه خودش رو لایق اون پول ندونه و با خودش بگه نه، من برای به دست آوردن این پول کوچیکم، این پول برای من نیست، کارهای عجیب غریبی براتون میکنه. مثلا شما رو بدقول میکنه، شما رو از اون تعهد انجام کار وامی داره. یعنی شما کار رو گرفتین ولی به نحو احسن انجام نمیدین. چرا؟ چون در ناخودآگاهتون این باور شکل گرفته که شما لیاقت درآمد ماهانه فلان میلیون رو ندارین. پس اگه 1-2 دفعه هم این اتفاق بیفته، ناخودآگاه شما رو رسوا میکنه. پس بیایم خیلی با دقت و خیلی متعهدانه به این فکر کنین که اول از هر چیزی باید ضمیر ناخودآگاهتون رو تغییر بدین. تغییر دادن ضمیر ناخودآگاه کار سختی نیست. ضمیر ناخودآگاه از زمانی که کودک به دنیا میاد تا 7 سالگی بسته میشه. معمولاً میگن تا 9 سالگی متغیره، یعنی بازم مثل یک موم نرمه که میشه تغییرش داد. اگه فکر کنین که یه دونه دیوار بتونی باشه و یه در آهنی خیلی قوی جلوش باشه، خب خودآگاه ما این طرف قرار گرفته باشه و ناخودآگاه ما پشت اون دیوار بتونی که تا 9 سالگی شکل گرفته قرار گرفته. خب چه کارهایی میتونیم بکنیم که این ناخودآگاه رو از اون حالتی که بسته شده خارج بکنیم؟ یه ذره توضیح میدم، بعد میگم چه کارهایی میشه کرد. خودآگاه ما در آن واحد میتونه 7 یا 8 مورد رو ببینه. یه کاری رو میگم امتحان کنید. بگی یکی از دوستاتون که کنارتون نشسته گوشی موبایلش رو توی هوا بگیره، توی یه دستش و توی یه دست دیگهش هم یه چیز دیگه مثل کتاب یا لیوانو بگیره. شما اگه زل بزنید روی اون گوشی موبایل فقط اونو میبینید، ولی در محدودیتش اون یکی دستش که کتاب رو هم گرفته اونو هم میبینید و خودش رو هم میبینید به صورت محو و چند تا از میز و صندلی کنار راهش رو هم میبینید. خب بیشتر از 7 مورد رو دیگه نمیتونید ببینید، ولی ضمیر ناخودآگاه فرق میکنه. ضمیر ناخودآگاه بیش از 1000 مورد رو هم میتونه ببینه. پس حجم دیتاهایی که به ضمیر ناخودآگاه وارد میشه و به ضمیر خودآگاه وارد میشه فرق میکنن. ناخودآگاه خیلی پرقدرته
ولی خیلی هم ساده است. حالا نحوه های دسترسی به ضمیر ناخودآگاه متفاوته، اما بهترین حالتش خب حالت آلفا هست. ما چندین حالت داریم: دلتا، بتا، آلفا، تتا. حالتهای مختلف فرکانس‌های ما هست که بهشون میگن حالتهای مختلف هوشیاری. حالت آلفا یه حالتی بین خواب و بیداریه، یه حالتی که وقتی دراز کشیدیم و چشماتون رو ببندیم و کم کم وقتی به خواب عمیق فرو میرین، تو اون حالت ضمیر ناخودآگاه اون در آهنینش باز میشه و شما میتونید چیزهایی که میخواین رو توش تغییر بدین. یکی از مهمترین مسائلی که باید بدونین اینه که ضمیر ناخودآگاه فرق بین تجسم و خیال و واقعیت رو تشخیص نمیده، چون تجسمات ما در واقعیت از یه دریچه دیداری وارد ذهن ما میشه. پس در حالت آلفا، یعنی 1-2 دقیقه قبل از اینکه خوابتون بگیره و 1-2 دقیقه بعد از اینکه بیدار شدین میتونید تجسماتی بکنین که ضمیر ناخودآگاهتون رو تغییر بدین. و اینو دارم تاکید میکنم که جملات تأکیدی گفتن کافی نیست و بیفایده است. باید تجسم کنید، چیزهایی که دوست دارید در ذهنتون بچینید. به این فکر کنید که من این ماشین رو دارم، الان جلوی در خونمه و اون خونه‌ای که دوست دارم الان توشم. اینا رو توی ذهنتون ببینید. تجسم قوی خیلی مهمه. برای خودتون در تجسماتتون سناریو بچینین. قبل از خواب و بعد از بیداری این کار رو انجام بدین. ببینین خیلی از شما به نداشته هاتون باور دارین، میگین پول نیست، کار نیست، فلان چیز نیست، در حالی که کسایی که باور به فراوانی دارن از صفر مطلق به خیلی جاها رسیدن. من مطمئنم که اگه بخواین میشه، خواستن توانستنه. یه تمرین کوچیک میخوام بهتون بدم در رابطه با اینکه باور فراوانیتون بالا بره. این تمرین خیلی مهمه و ماها همه انجام دادیم. این تمرین واسه خانم هستر هیکسه و خیلی تمرین خوبیه. بیاین هر روز خب این تمرین رو به مدت 70 روز تا 100 روز انجام بدین. بعد اون باور فراوانی شما کلاً شکل میگیره. باید تصور کنید که روز اول بهتون 1 میلیون بهتون پول میدن و میگن که این 1 میلیون رو باید خرجش کنی و به هیچکی هم ندی و شما قشنگ تجسم میکنی که من با این مثلا میرم کتاب میخرم، لباس میخرم، فلان چیزو مثلا میخرم. بعد فرداش میان 1 میلیون دیگه به اون اضافه میکنن، میگن اینم باید به هیچکی ندی و تمامش رو خرج کنی. شما بازم میان مینویسین که من میخوام این چیزا رو بخرم. هر روز 1 میلیون روش بذارین و برای خودتون تا 70 روز یا 100 روز بنویسین. خب وقتی تا 70 روز این رو انجام بدین، بعد از 70 روز معجزه‌اش رو میبینین که چقدر ضمیر ناخودآگاهتون روی فراوانی تنظیم میشه.